دارم بشه چون باید آخر بازی بخورمش هر طور که شده. نقشه اولم ساده بود. کارکنان استیکم را بپزند. لطفاً استیکمو بپزید. اونم مدیرش رو صدا کرد تا بپرسه. نمیتونیم. خوشبختانه نقشه دیگر. سر جام رفتم. استیک به دست. آماده بودم. استیک را روی سینی گذاشتم و سعی کردم با فندک بپزمش. استیک آرام میپخت. اما این روش ابدی بود. هنوز ایده آخری داشتم. این نقشه کار میکنه. چون 4 فنجان آب، گوشت، داغ و جوشان سفارش دادم و بردم سر جام، با شروع بازی استیکم را نمک و فلفل زدم، در فلاسک بزرگ گذاشتم و نوشیدنی های گوشت را ریختم. چقدر داغه! استیکم تو آب جوش میپخت، ریلکس کردم و از بازی لذت بردم. بعد همین که داور سوت پایان نیمه اول رو زد، وقتش بود ببینم چی برای خوردن دارم. درش رو باز کردم و با کمال تعجب دیدم که پخته.